بینای کارخانه ساختمانی اساسی شهر کلوب از سوی سود اجراچیان مهر زده شده است. حالا کارمندان 8 نفره این کارخانه حق ندارند به بینای کاریشان وارد شوند. بحث این کارخانه ساختمانی با ریاست منطقوی گمرک از ماه مارس سال جاری در دادگاه اقتصادی ولایت ختلان آغاز شده بود. ریاست منطقوی گمرک اداره ساختمانی اساسی شهر کلوب را برای وارد کردن 300 قندیل و پرداخت نکردن بودجه گمرکی متهم کرده است. حالا این بحث به منفیت ریاست منطقوی گمرک حل شده است. همین سبب می شود که برای پرداخت نکردن بودجه گمرکی که 707,000 سومانی را تشکیل می‌کند اداره ما را اجراچیان سود اقتصادی ولایت حبس کرده به در اداره ما مهر زدند. قندیل‌های بحث برانگیز شهر کلوب را سال 2019 شرکت ارتا گروپ دی استیکر LTD با درخواست حکومت محلی در زمان سفر پرزیدنت وارد کرده بود. شماره این قندیل‌ها 300 عدد را تشکیل می‌دهد. حالا 176 عدد آن نصب شده، 30 عدد دیگرش با درخواست رئیس ولایت در مرکز ولایت نصب شده، باقی مانده در انبار شهرداری نگه داشته می‌شود. شهرداری هم 6 ماه پیش گفته بود که پول قندیل‌ها را از بودجه پرداخت خواهند کرد. ما تمام امکانات استفاده برده هستیم که حساب برزیادی قسمی درآمد بودجه این قضا رو پرداخت کنیم. در حقیقت شما میدونید در شهر 176 تا قندیل زمانوی وارد کرده نصب کرده شده است. مردم مورد استفاده قرار داشت. ما تمام امکاناتمون استفاده می‌بریم. اما کمبودی بودجه و پرداخت نشدن باج وارداتی قندیل‌ها حالا بینای ساختمانی را به حبس کشیده است. این چنین به اثر پرداخت نشدن پول خرید قندیل‌ها رفته ایستاده است. شرکت ارتا گروپ دی استیکر LTD در یک نامه دعوا کرده است که پول آنها نیز پرداخت شود. اردوغان فرحت در یک نامه‌اش به عبدالجبار رحمانزاده یاردمچی سابق پرزیدنت و قربان حکیمزاده رئیس ولایت ختلان نوشته بود که او با اداره ساختمانی اساسی شهر شرطنامه دارد. مبلغ این قندیل‌ها نزدیک 4 میلیون سومانی را تشکیل می‌دهد. با گذشت 2 سال از آوردن قندیل‌ها هنوز مقامات نتوانست از کجا و چه طور این پول را پرداخت کنند. از همین رو بینای اداره ساختمانی اساسی شهر بعد بحث‌های دادگاهی در حبس قرار گرفته است. کارمندان اداره ساختمانی اساسی شهر کلوب گفتند که بجز یک بنا دیگر چیزی ندارند که فروخته آن را پرداخت کنند. اکنون کاری لایحه‌کشی و ساختمانی را ساختمانچیان از خانه انجام داده ایستاده‌اند تا کارهای ساخت‌وسازی در شهر به قفا نماند. محمود جان رحمتزاده، آزادی، کلوب.